بحث بعدی که بعد راجبش بهتون اطلاع بدم، مینیمم دیپوزیتی که شما نیاز دارین توی استرالیا برای خرید خونه. تو چندین سال اخیری که بنده کار میکردم توی بانک‌های استرالیا، معمولا روتین این بودش که همیشه میگفتن 20% دیپوزیت باید داشته باشی. یعنی آیدیال بانک در حقیقت میگن اون کاستومری که خیلی بانک دوست داره بدونه و ببینه و بهش وام بده، کسی که 20% وامش رو داشته باشه و بخواد 80% قیمت خونه رو در حقیقت از بانک وام بگیره یا لون بگیره. مسلما با افزایش قیمتایی که ما در سرتاسر استرالیا داشتیم، داشتن 20% دیپوزیت برای مخصوصا افرادی که تازه وارد استرالیا شدن خیلی میتونه سخت باشه. چه بسا به اینکه حتی بخون مثلا 5 الی 10% رو سیو بکنیم. پس سوال اولی که میاد اینه که ما واقعا چقدر نیاز به گرفتن دیپوزیت داریم. خیلی از افراد من شنیدم که وقتی با بنده تماس میگیرن میگن که ما خونه اول میخوایم بخریم و فقط 5% دیپوزیت داریم. آیا این کار شدنیه؟ ببینید، من توی اسکیم اصلی خیلی کاملا جنرال دارم به این داستان نگاه میکنم. افرادی که مثلا توی اسکیم گاورمنت گارانتی و 5% میرن و باشون کاری ندارم، اونا رو بهشون میپردازیم. به صورت خیلی کامل و جنرال داریم دوباره صحبت میکنیم. 5% دیپوزیت واقعا کمه. چرا؟ وقتی که بانک داره میاد به شما میگه که من تا سقف 95% خونه رو به کاستومر ایدئالم که راجع به کردیت اسکورش صحبت کردیم میخواد بهش وام بده، این 95% میاد شامل هزینه لندرز مورگیج اینشورنس یا همون LMI میشه. LMI چیه؟ LMI یک هزینه اینشورنسی هست که شما وقتی که بالای 80% قیمت خونه یا ملک رو میخواین بارو بکنین یا وام بگیرین، مجبورین که برین اون فاینانشیال اینستیتوشن یا اون بانکی که داره به شما وام میده رو شما هزینه پریمیوم اینشورنسش رو پرداخت میکنین. حواستون باشه این LMI برای اینشورنس شخص منی که میخوام برم وام بگیرم نیست. مثلا من اگه دارم از بانک NAB یا مثلا بگیم ANZ وام میگیرم، من دارم میرم اون بانک رو اینشور میکنم که اگر یک روزی شخص من فرض کنیم که پولم رو آن تایم ندادم، اینا میرن در حقیقت وام من رو به دت کالکشن ها میفروشن، دت کالکشن میره از LMI پولش رو میگیره، بانک عملا میره کنار پولش رو گرفته و اون دت کالکشن ها میان سراغ من که بخوان حالا بگن پولت رو بده یا مجبوری خونت رو بفروشی. که خب مسلما اینا خیلی شرایط خیلی به قول معروف آخرین استپ هایی هست که امیدوارم هیچ کسی بهش نرسه یا حتی به فکرش هم در حقیقت بحثش هم بخواد در حقیقت براش پیش نیاد. ولی به صورت کلی داشتیم راجع به LMI صحبت می‌کردیم که LMI یک پریمیومه. اگه بخوایم بهش درصد بدیم میتونم بهتون بگم 2 الی 3%، ولی واقعا این درصد درسته؟ نه، برای اینکه LMI یه حالت پلکانی میره بالا، یه حالت خط صاف نیست که شما بتونید بهش درصد واقعا بدین. فرض مثال داریم میگیم که بگیم 2 الی 3% LMI باشه. پس وقتی بانک میاد میگه من 95% میام به شما وام میدم، توی این مسئله 92% بیس LVR شما بوده، یعنی مقدار اولیه درخواستی وام شما بوده که این 3% اومده بهش اد شده و ما به کپ 95% رسیدیم. حالا اینو من دوستم توی یک فرمولی به شما نشون بدم که یک حالت نسبت تناسب داره. ببینید تو این نسبت تناسب که الان شما دارین اینجا میبینین، من دو تا اسم گذاشتم روش. اسم یکی رو گذاشتم بیس LVR. این بیس LVR داره میگه که یک نسبت تناسبی هست که در حقیقت صورت مسئله ما مقدار وام درخواستی رو داریم میذاریم و در مخرج مسئله ما داریم قیمت ولیوی خونه رو میذاریم. خب این میشه مثلا توی این مثال داره نشون میده که ما داریم 900,000 تا وام میگیریم، قیمت خونه 1 میلیونه، پس ما مساوی میشه 90%. یعنی ما داریم 90% 1 میلیون رو وام میگیریم. این چیزی هستش که اکثر فرست هوم بایرها تو ذهنشون هست که ما 10% داریم دیپوزیت میدیم و داریم 90% وام میگیریم. ولی حواستون باشه که توی این فرمول شما LMI رو کلا جا گذاشتیم. پس جوری که بانک میاد بهش نگاه میکنه اینه که میاد میگه من تو صورت مسئله مقدار لونی که شما گرفتی رو میذارم، به اضافه هزینه LMI میکنم و اونو تقسیم بر قیمت خونه میکنم. حالا اگه توی این همین مثال بخوایم نگاه بکنیم، فرض مثال اگر LMI ما $30,000 می بودش، پس 900 به اضافه 30,000 تا میشه 930,000 تا، تقسیم بر 1 میلیون میشه 93%. پس همینجوری که میبینید شما با اینکه پرداخت 10% داشتین، ولی LVRی که بانک داره بهش نگاه میکنه 93%. از این قرار هست که من خدمتتون دارم عرض میکنم که شما اگه 5% داشته باشین کافی نیست، چون اگه شما بخواید فقط 5% بدین، LMI که بیاد روش مسلما داریم به عدد 97 یا 98 یا گاهن 99% نگاه میکنین. باز دوباره نمیتونیم به این عدد قطعی بدیم برای اینکه LMI فی هر بانکی هم واقعا فرق میکنه با بانک دیگه. کاری که بروکر شما میکنه، یکی از کارهایی که من میکنم در حقیقت اینه که میام اپتیمال پوینت یا دقیقاً نقطه‌ای که با کمترین مقدار
دیپازیت هست و کمترین مقدار LMI رو براتون حساب میکنم و میام تو چند تا بانک مختلف اینو نگاه میکنم که آیا این بانک ها هر کدومشون داره چه LMI میده، که مسلما برای شخص شما اگه بخواید خودتون به تنهایی شاپران بکنید از بانک A برین سراغ بانک B و C و D، شاید خیلی براتون در حقیقت تایمتون رو بخواد بگیره و روز شما رو عملا کلا بخواد از دست بدین. به اضافه اینکه بعضی از بانک‌ها خیلیشون این عدد رو خیلی آپ فرانت به شما نمیدن و میگن که خب حالا بیا یه اینترویو داشته باشیم، اینقدر از شما مدارک میگیرن و آخرش هم اون عددی که میخواین بهتون نمیدن. پس یکی از مواردی که باعث میشه شما با کار کردن با بروکر بتونین به در حقیقت نتیجه درست برسین اینه که بتونین براتون همه اینا رو آنالیز کنه و به عنوان یه پکیج در خدمتتون بذاریم.